اصلا از داستان‌های حسادت‌های سلبریتی‌های معروف ترکیه به هم دیگه خبر دارین؟ میدونین به خاطر حسادتاشون دست به چه کارایی زدن؟ پس همین حالا عضو کانال لنز بشین و تا آخر این ویدیوی باحال و جنجالی همراه ما باشین. شماره 1. موراد دالکلیچ. موراد دالکلیچ با هانده ارچل رابطه عاشقانه داشت که هانده برای بازی در سریال تو درم را بزن انتخاب شد و در این سریال همبازی کرم بورسین شد. از همون موقع بود که حسادت‌های موراد نسبت به رابطه صمیمی کرم و هانده شروع شد تا جایی که به سر ست فیلمبرداری این سریال میرفت. در آخر حسادت‌های موراد و عوامل دیگه دست به دست هم داد تا این زوج که در شرف ازدواج بودن کارشون به جدایی بکشه. اما کار به همین جا ختم نشد. وقتی آجون ایلیجاری زوج کرم و هانده رو برای برنامه سال نو اوسس ترکیه دعوت کرد، موراد در واکنش به این دعوت دوست خودش آجون رو از حساب شبکه‌های اجتماعیش حذف کرد تا این واکنشش مهر تاییدی باشه به حسادتش به رابطه هانده و کرم. شماره 2. گوبس اوزای. یکی از زوجای سریالی که خیلی طرفدار داشتن زوج الچین سانگو و باریش آردوش در سریال عشق اجاره‌ای بودن. طرفدارای این سریال که معتقد بودن این زوج خیلی به هم میان، خیلی دوست داشتن که اونا در واقعیت هم با هم باشن. همین حرفا باعث شد که گوبس اوزای که با باریش رابطه عاشقانه داشت، حس حسادتش برانگیخته بشه تا جایی که دست به دامن نویسنده فیلمنامه این سریال شد و ازش خواست تا صحنه عاشقانه این زوج رو کمتر کنه تا بیش از این به هم نزدیک نشن. شماره 3. نورگل یشیلچای. نورگل از سال 2004 تا 2010 همسر جیم اوزر بود. اون تو سال 2008 در فیلمی به تهیه کنندگی همسرش به نام وجدان بازی کرد. اما داستان حسادت نورگل سر صحنه فیلمبرداری این فیلم تا مدت‌ها نقل مجالس بود. جریان از این قرار بود که موقع فیلمبرداری نورگل که میبینه همسرش سرگرم صحبت با دخترای مانیکوریست شده، فیلمبرداری رو قطع میکنه و با همسرش شروع به دعوا میکنه تا جایی که خیلی از کسایی که اونجا بودن فکر کرده بودن این یه صحنه از فیلمه. در آخر بعد از چند دقیقه دعوا و داد و فریاد این زوج ست فیلمبرداری رو ترک کردن و به هتلشون برگشتن. شماره 4. فهریه اوجن. داستان حسادت‌های فهریه ید طولایی داره. اون از سال 2008 تا 2010 با اوزجان دنیز رابطه عاشقانه داشت و حتی زمزمه‌های ازدواجشون هم به گوش میرسید که گفته میشه به خاطر حسادت‌های فهریه این رابطه به جدایی ختم شد. جریان از این قرار بود که یه شب این زوج برای شامی 2 نفر بیرون رفتن. در همین حین یه عده دختر که طرفدار اوزجان بودن متوجه اونا میشن و شروع میکنن اوزجان رو بوسه بارون کردن. فهریه هم عصبانی از این رفتار به اوزجان اعتراض میکنه که یکم سنجیده‌تر رفتار کنه. از همینجا مشاجره بین این زوج بالا گرفت تا جایی که وقتی به خونه رسیدن اوزجان از فهریه خواست که خونه رو ترک کنه. اما داستان حسادت بعدی فهریه مربوط میشه به همبازی شدن همسرش بوراک اوزچیویت با نسلیان آتاگل تو سریال کاراسفدا. اون با حضور مکرر سر ست فیلمبرداری این سریال تنش‌های زیادی رو به وجود آورد تا جایی که میونه فهریه و بوراک با نسلیان و همسرش شکراب شد و حتی اونا توی مراسم ازدواج همدیگه هم شرکت نکردن. اما کپی برداری های فهریه از لباس عروس و مراسم عروسی نسلیان در جشن ازدواج خودش و بوراک تیر خلاصی بود برای اثبات حسادت فهریه به نسلیان. البته فهریه چند وقت پیش نسبت به اظهار نظر محلقا جابری به بوراک هم واکنش نشون داده بود تا جایی که بوراک مجبور شد محلقا را در شبکه‌های اجتماعی بلاک کنه. شماره 5. کادیر دولو. فقط این فهریه اوجن نبود که سر ست فیلمبرداری سریال کاراسفدا دچار حسادت شد. کادیر دولو همسر نسلیان آتاگل هم که دائما به سر ست فیلمبرداری این سریال میرفت به یه سکانس عاشقانه بین نسلیان و بوراک اوزچیویت بدجوری واکنش نشون داد و همینم باعث شد میونش با دوست قدیمیش بوراک بدجوری شکراب بشه. شماره 6. ملیسا شنولسون. این بازیگر چند ماه پیش رابطه عاشقانه‌ای رو با امود اویرگن عشق سابق توبا پیکوسون شروع کرد. رابطه این زوج از همون اولش با حسادت شروع شد و ملیسا به خاطر حسادت امود همون
اول کار چند از بازیگرای مرد معروف رو که قبلا باهاشون همبازی بوده از حساب اینستاگرامش حذف کرد. بعد از اون با پیام دادن امید و طوبا به هم برای تبریک عید قربان، حس حسادت ملیسا هم گل کرد و به این کار واکنش نشون داد و در آخر این حسادت‌ها باعث شد این زوج خیلی زودتر از انتظار از هم جدا بشن. شماره 7. یونس اوزدیکن. الچین سانگو و یونس اوزدیکن یه زوج بی‌حاشیه‌اند که از سال 2011 تا الان با هم رابطه عاشقانه دارن. فقط چند سال پیش با همبازی شدن الچین و باریش آردوش تو سریال عشق اجاره‌ای و فیلم زمان خوشبختی بود که شایعات وجود رابطه عاشقانه بین الچین و باریش یکم در رابطه این زوج تنش ایجاد کرد، تا جایی که یونس که نمیخواست صحنه‌های عاشقانه بین باریش و الچین رو در فیلم زمان خوشبختی ببینه، بدون هیچ سر و صدایی از سالن خارج شد و بعد از تموم شدن اون صحنه‌ها به سالن برگشت و در طول نمایش فیلم به جای اینکه در کنار الچین بشینه، ترجیح داد پشت سر اون بشینه. برای دیدن ادامه این ویدیوی باحال و دیدنی همین حالا روی دکمه عضویت کانال لنز بزنید و ما رو دنبال کنید. شماره 8. بیگه اونال. بیگه و آراس بلودین‌امری که از سال 2015 با هم وارد رابطه عاشقانه شدن، در طول رابطهشون بارها تا پای جدایی رفتن، اما بعد از مدتی دوباره آشتی کردن. اکثر این قهر و آشتی هم به خاطر حسادت نسبت به پارتنرهای همدیگه در فیلم و سریالا بوده. مثلا حسادت آراس نسبت به صحنه‌های عاشقانه بین بیگه و مهمت گونسور در فیلم پادشاه مرغان دریایی و یا حسادت بیگه به نزدیکی آراس و دیلان چشکدنیز در سریال گودال. شماره 9. دویگو ساریشین. این بازیگر که از سال 2017 با شاتای اولسوی وارد رابطه عاشقانه شده، نسبت به عشق خودش خیلی حساسه، تا جایی که وقتی چاتای در اینستاگرام عکس عشق سابق خودش سرنای ساریکایا رو لایک کرد، اون به شدت به این کار واکنش نشون داد و حتی سعی کرد هر طوری شده سرنای رو ملاقات کنه، تا جایی که یادداشتی برای باشگاهی که میرفتن گذاشت و ازشون خواست وقتی سرنای اومد حتما به اون اطلاع بدن. شماره 10. بوشرا دولی. بوشرا کلاً در روابط عاشقانش با حسادتاش همیشه باعث تنش بین خودش و طرف مقابلش شده. حالا چه در رابطه قبلیش با بوراک دنیز که در زمان بازی بوراک در سریال حکایت ما باعث جداییشون شد، و چه در رابطه آخرش با جیم آکتای که گفته میشه جیم که از حسادت‌های بوشرا خسته شده بوده به رابطه‌شون پایان داده. شماره 11. انگین آلتان دوزیاتان. انگین آلتان دوزیاتان در حالی که نقش اصلی سریال قیام ارطغرل رو به عهده داشته، وقتی که پای بوراک اوزچیویت به این سریال برای بازی در نقش اصلی فصل بعدی اون یعنی مؤسس عثمان باز شد، تصمیم گرفت راه خودش رو از این سریال جدا کنه و دیگه قرارداد خودش رو برای ادامه اون تمدید نکنه. اینجوری شد که بحث حسادت بین این دوتا اومد وسط. البته واکنش‌های این دوتا نسبت به هم به این حرف و حدیثا بیشتر دامن زد، تا جایی که بوراک و انگین که برای رأی دادن به یه مدرسه رفته بودن با هم برخورد کردن و بوراک عملاً انگین رو نادیده گرفت و سرش رو با گوشیش گرم کرد. این دو با این طرز برخورد همه رو شوکه کردن. شماره 12. یامور تانریسفسی. یامور از سال 2015 با خواننده ترک اوزهان کوچ رابطه عاشقانه‌ای رو شروع کرد. این دو در طول رابطه‌شون بارها نسبت به هم دچار حسادت شدن. گاهی اوزهان با صحنه‌های عاشقانه‌ای که یامور می‌خواست بازی کنه مخالفت می‌کرد و گاهی هم یامور از ابراز علاقه و صمیمیت بین اوزهان و طرفداراش ناراحت می‌شد. در آخرم که بعد از جدایی این زوج، اوزهان با دوست صمیمی اون دمت اوزدمیر وارد رابطه شد و در نتیجه اول یامور و بعد از اون دمت همدیگر رو در شبکه‌های اجتماعی آنفالو کردن تا این حس حسادتشون نسبت به هم به دوستشون پایان بده. شماره 13. دیلان چشکدنیز. دیلان قبلا بدجوری عاشق فورکان آندیچ بود، تا جایی که وقتی فورکان اونو ترک کرد شوک بزرگی بهش وارد شد. اون که انگار نمیتونست کسی دیگر رو در کنار فورکان ببینه، وقتی با شروع سریال همه جا تو یا همون لروکس جا یه رابطه فورکان و آیبوک پوسات همه جا پخش شد، قید دوست صمیمی خودش آیبوک رو واسه همیشه زد و اونو از اینستاگرام خودش پاک کرد. البته که آیبوک هم در مقابل همین کارو کرد.
شماره 14. مروه بلور. مروه بعد از طلاقش از خواننده ترک مراد دالکلیچ و شروع رابطه عاشقانه بین مراد و هاند ارچل چشم دیدن اونا رو نداشت. اون به قدری احساس حسادت میکرد که حتی وقتی دوست صمیمیش یامور تانریسفسین در یه عروسی با مراد و هاند عکس گرفت از اون ناراحت شد و دوستی خودش رو با اون تموم کرد. شماره 15. تولگا کارل. این بازیگر اولین گزینه برای ایفای نقش گونی در سریال معروف کوزی گونی بود، اما به خاطر مخالفت کیوانش تاتریتو این بازیگر کنار گذاشته شد و بورا گلسوی جایگزین اون شد. تولگا هم از روی حسادت و ناراحتی به خاطر این نقش خفنی که از دست داده گفت وظیفه تهیه کننده انتخاب بازیگر و وظیفه بازیگر ایفای نقشه. هر کسی باید جای خودش رو بدونه و نون کسی دیگر رو نبره. خب بگیم ببینم از دیدن این ویدیو لذت بردین؟ دیگه شما چه بازیگرایی رو میشناسین که حسادتشون به بقیه کار دستشون داده؟ نظراتتون رو برای ما بنویسید و این ویدیو رو لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر از ما کانال لنس رو حتما دنبال کنید.